برادری پرسیدن رسول الله صلی الله علیه وسلم چرا زنهای زیاد گرفتن و باز چرا با دختری ابوبکر ازدواج کردن؟ برادری محترم، قبل از دانستن بعضی حکمت ها که علما ذکر کردن یا از بعضی دلایل شرعی دانسته می شود، یک چیز را باید من حیث اصل و اساس در نزد خود داشته باشیم. اویی که احکامات الهی که برای بشر الله تعالی وضع کرده، مسلمان در مقابل این احکامات چون و چرا نباید داشته باشه و نه در تلاشی دانستن حکمت ها بوده باشه. اگر حکمت در نصوص شریعت ذکر بود، در دلایل شریعت ذکر بود، بهتر که حکمت الله و رسولش بیان کرده. اگر ذکر نبود، باید ما در تلاشی از این نبوده باشیم. نباید در تلاشی از این بوده باشیم که ما حتمی باید حکمت ها را بدانیم. علما بعضی ها اجتهاد کردن، حکمت هایی ذکر کردن، احتمال داره بعضی حکمت های از این معقول و درست بوده باشه و بعضی ها اساسی نداشته باشه. آنچه که برای ما مهم است حکم الهی است. حکمتی از این را بدانیم یا ندانیم و این را قبول کنیم و در حد مطلوب با او عمل کنیم. از جمله احکاماتی که الله تعالی برای بندگان خود وضع کرده، قانون تعدد ازدواج است. الله تعالی اجازه داده شخص مسلمان تا 4 زن با خود داشته باشه. اجازه است، حتمی نیست. ولی حکمت داری چی است؟ حکمت الله و رسولش خبر نداده. علما حکمت های زیاده گفتن، نوشتن. بعضی ها حکمت های معقولی است. اگر ما این حکمت ها را بدانیم یا ندانیم و حتمی در تلاشی از این نمیشیم که باید این را بدانیم، خلاص اگر در توانمان بود و توانستیم عدالت را رعایت کنیم، استفاده میکنیم از چیزی که الله برمان حلال قرار داده. اگر در توانمان نبود، به یک اکتفا میکنیم یا به 2 اکتفا میکنیم و چقدری که توان داشتیم، اما در مقابل چون و چرا نمیکنیم. از همین بابت داخل میشویم. رسول الله صلی الله علیه وسلم برشان خصوصیت هایی بود و همه انبیا از خود خصائصی داشتن و علما درباره خصائص انبیا کتاب ها نوشتن. در قانون ازدواج رسول الله صلی الله علیه وسلم یک خصوصیت خاصی داشتن. الله اجازه داده بود برشان که بالاتر از 4 داشته باشند و رسول الله صلی الله علیه وسلم تا 13 الی 11 در یک وقت عقد نکاحشان بوده و در مقابل از این ما چون و چرا در قدم اول نداریم که چرا رسول الله را اجازه داد. حکم الهی اجازه اش داده، ما چرا، چگونه و اعتراضی و هیچ نوع سوالی بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم نداریم، چون حکم الهی است. الله ذات حکیم است، مصلحت پیامبر خود بهتر میداند. و از بعضی نصوص هم دانسته میشه حکمت تعدد ازدواج رسول الله صلی الله علیه وسلم. یکی از حکمت ها ای بوده که رسول الله صلی الله علیه وسلم طاقتی بیشتر داشتن، طاقتی 40 مرد داشتن. در صحیح بخاری از انس بن مالک رضی الله عنه روایت آمده که انس بن مالک رضی الله عنه می فرماید روزی از روزها رسول الله صلی الله علیه وسلم بر 11 زن خود داخل شدن و جماع کردن. راوی از انس بن مالک پرسان میکنه، میگوید آیا 11 زن که داخل شدن طاقتی از این را داشتن که با 11 زن جماع کردن؟
انس بن مالک در جواب این اعتراض یزی میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما در میان خودمان گفتگو میکردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم طاقتی 30 یا 40 نفره داشتن. در روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم مرفوعا خودشان میفرماید، غیر صحیحین است، که من برام طاقتی 40 مرد داده شده، هم در جماع و هم در قوت عام. حالا از این روایات این نتیجه گیری میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند دیگر امتشان در قوت نبودن، قوت 40 مرد را داشتن. پس قوت 40 مرد تقاضای بیشتر میکند، تقاضا در هر چیزی. رسول الله صلی الله علیه و سلم حقشان بوده. الله ذات حکیم است، مصالح بندگانش بهتر میدانه. و او خاطر برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه داده شده که بیشتر زنها داشته باشه. دوم، اگر زنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ازدواجهایشان را انسان بررسی کنه، غالبا جانب دعوتی داشتن، رعایت مصالح دعوت را میکردن، از قبایل مختلف و از خانواده های مختلف ازدواج کردن تا اینکه از این طریق بتوانند مردم به دین اسلام دعوت بدهند، جلب کنند و این دین حامیانی بیشتری داشته باشند. چون در عرب یا در غیر عرب نظام است کسی از خانواده ازدواج کند، بیشتر غالب است که او مردم حامی شخص قرار میگیرند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصیت معتبر، پیامبر، دعوت الهی را وقتی که اعلان کردن، دیگر از خانواده های مختلفی ازدواج کردن، آنها حامی شدن، حقیقتا به دعوت اسلامی زیاد فایده رساندن و در بسیاری از موارد خیرشان به این دعوت رسید. خیر خدیجه بسیار زیاد بر این دعوت رسید، مال و اموال و تمام حتی آرای سدید و خوبش، و همچنان زنهای دیگرشان. پس این جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم رعایت کردن و به این موفق شدن. و همچنان جانب رساندن دین هم مطرح بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم با فامیل های زیاد ازدواج کردن و این زنها در حقیقت خودشان داعیان اسلام بودند. از طریق از اینها، از طریق ازواج مطهرات، بسیار مسائلی که مخصوصی زنها بود، این مسائل واضح شد، بیان شد، ابلاغ شد. عایشه رضی الله عنها یکی از بزرگترین شاگردان مکتب نبوت است. بیشترین روایات را بعد از ابو هریره رضی الله عنه دارد و یکی از مراجع معتمدی در نزد صحابه و تابعین بود که بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم به این رجوع میکردند، پرسش ها میشد، از این سوال ها میشد در مسائل خصوصا خانوادگی و همچنان دیگر زنهای رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینها مسائل مختلفی را به امت رساندند و این جانب خیلی مهم بود. اما ازدواجشان با دختری ابوبکر صدیق عایشه رضی الله عنها چندین علت داشت. یکی ازدواج از طرف پروردگار بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث صحیح در صحیح بخاری می آید، رسول الله صلی الله علیه وسلم در خوابشان چندین مرتبه عایشه رضی الله عنها در پارچه ابریشمی نشان داده شد و برش گفته شد در خوابشان که ای زنی تو است، ای خانمی تو، همسری تو است. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اگر ای از جانب الله تعالی باشد ای کار شدنی است، می شود. و ای از جانب الله تعالی بوده و عده علما گفتن یعنی وحی از جانب، چون خواب پیامبرها در حقیقت وحی است و وحی از جانب الله تعالی بوده که
با عایشه رضی الله عنها ازدواج کند. علت دوم، عایشه رضی الله عنها از یک خانواده‌ای بود که با رسول الله صلی الله علیه وسلم ارتباط مستقیم محکمی داشت که ابوبکر صدیق بود، دوست و یار خاصی رسول الله صلی الله علیه وسلم و اولین شخصی که دعوت تصدیق کرده و به ایمان آورده و از طریق ابوبکر بسیار مردم دیگری به این دین داخل شدند و اونها حمایت شدند. شخصیت بسیار مهم بود ابوبکر، هم خودش شخصیتی مهم بود، هم فامیلش و هم دخترش. و این دختری ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم چون به رابطه‌ای که داشتن در این دختر میدید که یک نبوغ خاصی است، یک ذهانت خاصی داره این دختر. این دختر در آینده ها میتواند که برای امت بسیار مفید قرار بگیرد و واقعا هم مفید قرار گرفت. بنا به توجه خاصی رسول الله صلی الله علیه وسلم بالای این دختر که و از طریق این دختر بتواند بسیار مسائل به خانواده ها و همچنان به زنها برساند، رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها را انتخاب کردند و در انتخابشان نهایت موفق بودند و یگانه دختری است که با این ازدواج کردند. بس دیگر همه زنهای رسول الله صلی الله علیه وسلم بیوه بودند. این هم رد است بالای مغرضینی که هدف از ازدواج های رسول الله صلی الله علیه وسلم هدف های شهوانی بیان میکنند یا جنسی. اگر جنسی و شهوانی میشد همه باید دختر میشدن. پس نبوغی را که در این دختر دیدن، رسول الله صلی الله علیه وسلم با این دختر ازدواج کردن و حقیقتا در سالهای بسیار کمی توانست که این دختر بزرگترین پیام الهی را به امت برساند، بزرگترین داعی بوده باشد و بزرگترین عالمی در میان صحابه بوده باشد. عایشه رضی الله عنها در میان صحابه فقیه بود. از این پرسش ها می شد، مسائل نزدیزی می آمد، مردم ها می آمدن زانو می زدن، از عایشه مسائل یاد می گرفتن رضی الله عنها و عن جمیع امهات المؤمنین. پس هدف از تعدد زنهای رسول الله صلی الله علیه وسلم هدف دعوت اسلامی بوده، نشر اسلام بوده و همچنان پیام الهی را در میان مختلفی از طبقات انسانها رساندن بوده که زنها هم از این مستفید شوند و مردها هم مستفید شوند و همراه از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشان طاقتی داشتن، الله طاقتی را برشان داده بود که بتوانند همه زنها را جوابگو بوده باشند. بارک الله فیکم.